هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. سلام بینندگان عزیز یوتیوب کانال نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت. اولین بخش فرهنگی محفل فانوس منبر اندیشه تحت عنوان گنج فرهنگ تقدیم شما می شود. ما در این بخش معرفی چهره های حرفوی صنعت، هنر و پژوهشگران کارآزموده را به نقشه گرفتیم و با آنها در مسئله های مبرمترین فرهنگ و هنر خوان بحث می آراییم. اولین مهمانان عزیزی ما که خدمتشان و حصه شایستشان در سمت فرهنگ نهایت بزرگ است، مهمان یوتیوب کانال جمهوریت هستند. معلم عزیز، هنرمند مردمی تاجیکستان لاله عزیز و هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان محرم شریف و که هر دو هم بیشتر از 30 سال در پیشبرد فرهنگ ملت تاجیک مخصوصا در سمت آوازخوانی خدمت‌های بی‌دریغ کردند، شاگردان زیاد تربیت کردند و یادآور می‌شویم که پیشتر از این یوتیوب کانال جمهوریت با چندین مهمانانی که در سیاست نام و مرتبه داشتن صحبت آراست، در عرفه نوروز خجسته زیب و فر این کاشانه جمهوریت شدند. این بسیار رمزی است چون که بهار نوروز توأم بازند با بانو. ما صحبت را از آزمون تاجیکستان وطن عزیز من میخواهم آغاز شود. اینک سال سیوم است که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من با امر پیشوای ملت سال سیوم است که اعلان شد و هر دو معلم های عزیز ما، هنرمندای عزیز ما در آماده کردن شاگردان بسیار موفق در این رشته، یعنی که در همین آزمون هر دو هم سهمگذار هستند، هر دو هم در این جاده کامگار هستند، شاگردان زیاد تربیت کردند و ما صحبت از همین رشته آغاز میکنیم که معلم عزیز، گذرانده شدن چنین آزمون در سطح جمهوری برای کشف کردن استعدادهای نوآمد برای رشد صنعت ملی چه نقش بازده میتواند؟ مقصد و مرام اینه که پیدا نمودن استعدادهای نو، خصوصا نسل نو است که امروز من چون همچون معلمه در مکتب صنعتی به نام مهدین امیرزاده درس می‌آموزم و شاگردان، اینقدر محبوبیت آنها رو به صنعت اصیل می‌بینم و بسیار خود را خوشبخت حساب میکنم که همین شاید همین قدر استادای عزیز بزرگ ما که اینقدر سودهای نیاگان را تا به این روز زنده نگاه داشتن و از نسل به نسل میراث مانده استاده است و همچنین از استاد به شاگرد، یعنی که ما چیزی که از استادان خود آموختیم به شاگردان می آموزیم و حس میکنیم که محبتشان علاقه به صنعت اصیل خیلی زیاد است. در همین آزمون تاجیکستان وطن عزیز من چندین نفران شاگردان بهترین خود را من تیار نمودم در این آزمون اشتراک نمایند و خوشبختانه یک نفر آنها جای اول را صاحب گشت در نامیناسی سرودهای استرادی. من یک سال پیش این شاگرد خود را در نامیناسی سرودهای عنعنوی پیشبری کرده بودم. شاگرد بهترین من جای اول را گرفت. اگرچه خردسال هم باشد در تمام ژانرها هم سرودهای کلاسیک را سراید میتواند، هم سرودهای خلقی و هم سرودهای پروفسیونالی. بسیار هنرمندان هستند، آوازی خوب دارند، لیکن باز برای استاد شدن و به شاگرد سرود آموختن هم این هم باید هنر در کار، یک ملکه و قوت در کار که هر یک استاد نمیتواند، برای که او باید از ادبیات موسیقی بسیار باخبر باشد و داند که با کودک چه معامله میکند، کودکان را چه باید تربیت نمود. عموما صنعت خودش این تربیه مردم است. یک چیزی روشن است که مطبوعات، هم مطبوعات دوری هم مطبوعات امروز الکترونیکی مطبوع خیلی رایج شده است. عموما در معرفی کردن نه تنها یک چهره هنری بلکه برای گشاده دادن اصالت هنری هنرمند نقش می‌بازد. شما در همین سمت چند اندیشاتون میگفتید که رابطه صنعتکاران و صنعت و هنر با مطبوعات چگونه است؟ مطبوعات برای ترغیب و تشویق هنرمندان، نفرایی که در ساحه صنعت در دوره رشد نموی صنعت و یک هنرمندی که مثلا به جدای هنر
قدم میموند که رول کلان بازی میکنند هنرمند اصیل با مردم معرفی میکند همین مطبوعات امروزه ما امروز همین رسالتش تا کدام درجه اجرا کرده شده است تمام هنرمندا را شخصیتی که شناخته میشدن این به واسطه همین مطبوعات چوپی بود یعنی که به واسطه گازیتا و ژورنال ها اسباب های موسیقی که در تاجیکستان استحصال می شود یعنی که استادهای مخصوص می سازند تا کدام از به طلبات جوابگو هستند شادروان استاد غلام خوالینگی که امروز پسرشون که سید اسلام مثلا قدر اسباب های زیبا می سازند من در دست بسیار مطربان همین چیزا می بینم خوب نواختن همون اسباب ها از مشق و تمرین هر یک مطرب وابسته است یک گروه مثلا صنعتکارا با اون اندیشند که دیگر ساز به دست گرفتن مخصوص با ساز و با یک یمخ باشد کافی است همین اندیشه در اصلا ذهن نسل نوی که صنعتکار هستند میچرخد به این چیز شما چی میگید آیا همین واقعا نواخته سراییدن بهتر است یا همه چیز در یک یمخ در خودش در یک مجموعه باشد و با همون هر کجای رود این به این مسئله شما چی گونه اندیشه دارید من فکر میکنم که همون جوانو با یک اسباب مثلا اسباب الکترونی بله الکترونی این هم بدی ندارد چون که ما همیشه هم قدم زمانه هستیم به این نمیشود ما حتی ترانه های استادا را گوش میکنیم همین اسباب ها استفاده میشوند ولی ما از اصل خود باید دور نباشیم ما اگر چنده که ما اسباب را آموخته باشیم نواخته توانیم ما باید حتما با همین اسباب های زنده که مثلا یک نفر مینوازد از اینو ما باید دور نباشیم چون که چیزی اسباب طبیعی دیگر است یگون وقت مثلا همون اسباب های الکترونی اگر چنده که شباهت همون موسیقی ما شباهت اسباب های ما را داره نیکی و هیچ وقت مثلا اون چیزی که در دل ما هست اون چیز صدای اصلی را داده نمیتوند شما از آغاز اومدید پیام رساندید که من ایجادات دهانکی مردم که در سرود جان پیوند سرود است من اون ادامه میدم ایجادات دهانکی مردم مخصوصا مردمی وادی زرافشان و یغنابی ها که کم ماندگی هستند همون انعنه ادامه میدهید یعنی که غایه همین نگه داشتن ایجادات دهانکی مردم فولکلوری مردم از کجا در ذهن شما در روح شما ریشه دارد چند سرودهایی که در همین که در هوای سرودهای زرافشانی ایجاد نمودم بدل مردم تیزابه برن که این مال مردم و چیزی اصیل همیشه عمری دراز دارد من پیش خود مقصد گذاشتم که همین با لحن زنانه برای اینکه طرز خواندن زنها دیگر است طرز خواندن مردها دیگر و این رو باز با شاگردان هم نیز می آموزیم در دل اونها نیز همین چخیلی که خودمون مهر محبت زیاد به این جاده صنعت داریم در دل آنها رو نیز میخوایم که خیلی همیشه محبتشان زیاد باشد و برای همین صنعت خود جان فدا باشند کمادکی گلیکتا پولکتی ارغشتیکتا کمادکی گلیکتا پولکتی ارغشتیکتا اید مبارک باد نیک باد چوم چپرتا چوگک باد نیک باد اید مبارک باد نیک باد سلامت باشید این بود یک چند پاره از زبانی نوب و زبانی نادر و قدیمی یغنابی که بینید در آهنگ چخیل با خوش لحن و گوشنواز است امروز ما میدونیم که حتی در افغانستان همسایه که اونجا هم سرشار از تاجیکانی خود ما از زبانش ما زبانی تاجیکی داری است یک مکتبی همکاری شاعر و سراینده رشد کرده است همین مکتب تا کدام اندازه در ما رشد کرده است و اگر رشد نکرده است چرا از همون روز اول ما همکاری ها رو با مثلا شاعرای اصیل تاجیکمون هرگز کنده نکردیم کلمه مثلا در موسیقی سفته نیست بله و بسیار معنی بلند دارد ولی در موسیقی سفته نیست با آهنگ سازش نکرده است ولی انا ما همکاری میخواد وقتی در انسان دریا کار میکردم شادروان مبارک شد جمعه یک آهنگ بسیار هم بهترین رو به من پیشنهاد کردم همون وقتی که اون کس من نواختن و با من آموختنی شدن سخنها رو همه خیلی بود گفته بود اون وقت که سخنی انیق نبود بله که من همون وزن و قافیه همون رو نگاه کرده
شعر استاد عبدالقادر رحیم را پیشنهاد کردم و آوردم. وقتی که همه خیلی آهنگ با این سخن خواندیم خیلی میکنیم که همین سخن ها برای همین آهنگ یا آهنگ برای همین سخن ها آفریده شده است. یک شینگل اگر خوانید برای بیننده های یوتیوب کانال باز می آیم و افسانه بلب می گذرم، باز می آیم و افسانه بلب می گذرم، از رهی شعله شب از دل شب می گذرم، رشته را که به زندانی هوس رنگ نباخت، رشته را که به زندانی هوس رنگ نباخت، نظر یک دخترک که ز ادب می گذرم، نظر یک دخترک که ز ادب می گذرم، باز می آیم و افسانه بلب می گذرم. نمی شود به یک شینگل سرود چون که هم صحبت ما باز سرایانده ها هست. مرحبا. بلندی های تو از خاکساریست، بزرگی های تو از بردباریست، جهان از مهر تو خورشید خواه است، نمردن در قدم های گناه است، نمردن در قدم های گناه است. درون شعر خود محفوظم اکنون، لبم را از سخن می دوزم اکنون، همه سوزی دلم بیهوده بوده است. برای مادرم می سوزم اکنون، برای مادرم می سوزم اکنون، برای مادرم می سوزم اکنون. بیننده عزیز یوتیوب کانال جمهوریت مهمان ما بودند دختران دریا. اینها را همچون دختران دریا بشناسند چون که اینها با همان تراوت و شکوه و عظمت دریایی به دل و دیده ها راه یافتند. بار دیگر یاد رسان میشوم که مهمان ما بودند هنرمند مردمی تاجیکستان لاله عزیز و هنرمند خدمت نشان دادی تاجیکستان محرمه شریفه. سلامت باشید، خوش آمدید.